غرب شهر کابل در مسیر سرسبز پغمان و تنها با فاصله کوتاه از هیاهوی پایتخت. بند قرغه. این بند که در سال 1330 خورشیدی در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه ساخته شد، نه تنها یک سازه مهندسی برای مهار آب، بلکه از همان آغاز رؤیایی برای آرامش و تفریح مردم نیز بود. در دل این بند خاکی هدفی بزرگ نهفته بود: مهار آبهای جاری کوههای پغمان، آبیاری زمینهای زراعتی و جان بخشیدن به سفره‌های زیرزمینی کابل. اما با گذر زمان قرغه فراتر از یک سد رفت و به پناهگاهی برای خستگی‌های شهر کابل تبدیل شد. از قایق‌های پایدلی گرفته تا قایق‌های موتوری، هر کدام قصه ای از لحظات به یاد ماندنی را روایت می‌کنند. در کنار آن رستوران‌های قدیمی و جدید این پارک جلوه بهتری از این منطقه را در خود حفظ کرده است. بهار و تابستان در قرغه فصل‌های زندگی اند. در اطراف دریاچه هتل‌ها، مهمانخانه‌ها، میدان‌های بازی و حتی گلف برای هر سلیقه‌ای گوشه از آرامش فراهم کرده است. بند قرغه تنها یک مکان نیست، روایتی است از پیوند حس تازگی با طبیعت.